سلام، امیدوارم که هر جا هستید حال دلتون عالی باشه. امروز یه آموزش اسکپ آوردیم براتون که واقعا بی‌نظیره و امیدوارم که از این آموزش لذت کافی رو ببرید. برای این استراتژی ما نیاز به 2 اندیکاتور داریم که اسمشو براتون میذارم و حتما دقت داشته باشید که تنظیماتش دقیقا مثل تنظیماتی باشه که توی تصویر میبینید. و بعد از تنظیم اون اندیکاتورها شروع میکنیم کندل خود چارت رو میبندیم، یعنی کندل اون ارز رو میبندیم و فقط اون کندلایی که اون اندیکاتور به ما دادن رو فعال میکنیم. استراتژی به این صورت هستش که هر وقت کندل بالای خط مووینگ بسته شد و گزینه بای بر ما فعال شد میتونیم پوزیشن لاین بگیریم و تا زمانی که کندل از خط مووینگ به پایین رد نشده میتونیم پوزیشن نگه داریم و یا اگه میخواید بیشتر ریسک کنید میتونید تا زمانی که سل به ما بده پوزیشنتون رو باز نگه دارید. برای سل هم به همین شکله، وقتی که کندل زیر خط مووینگ بسته میشه و گزینه سل هم بر ما فعال میشه میتونیم پوزیشن رو باز کنیم و تا زمانی که حالا یا بای به همون بده یا اینکه کندل به سمت بالا مووینگ رو رد کنه. و برای استاپ لاس گذاریش هم روی آخرین سقف استاپ خودمون میذاریم یکم بالاترش و پوزیشن رو باز میکنیم. بریم برای اینکه بیشتر متوجه بشی چند تا نمونه رو با هم ببینیم. امیدوارم که از این آموزشم لذت کافی رو برده باشید. خوشحال میشم که اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد کانال منو سابسکرایب کنید و لایک کنید و اگه سوالی هم بود توی کامنت ها برام بنویسید. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. تا یه استراتژی دیگه، خدا نگهدار.